سلام برای یوتیوب، حالتون چطوره؟ من حاجلی هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم بدوارز پلی بدیم. چه بدوارزی؟ این اولین ویدیو حاج علی هستش. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، ساب، زنگوله بغلش فراموش نشه. دوستتون دارم. بریم ویدیو رو ببینیم. برو بریم. دوستان عزیز، این اسکین حاج علی هستش. اسکین بابا نوئلی حاج علی خیلی هم خفن از نظر من. عالیه این اسکین، دوست دارم. ماچ به کلت. برو بریم چک کنیم در این مچ. عشق کن بچه ها. لایک، ساب اینجوری میکن. این علامت لایک، اینم سابه. نمیدونم، خلاصه من زبون لالا به این شکله. لایک، این لایک چیز عادیه، ولی این ساب نمیدونم چیه. حالا شما خودتون فهمیدین. فراموش نشه عشق منی. یه رد دف بدیم چون رفیقان هیچ کدوم دف نیست. مجبورم من دف بدم، من بدبخت. خب این دف میده، این عزیز دف میده. یلو قوی، یلو قوی، یلو قوی. بابا یعنی چی آخه؟ به قرآن الان من اگه همون شاتو به من میزده، من دقیقا اون زمین داشتم واسه خودم. به قرآن اصلا نمیفهمم. ببین اون شاتو اگه به هر کی میزدی میافتاد دیگه، چون دیگه طرف لب مرزه. منطق ماینکرافت داره. اون ببین اون یه نوع اوه. خب نمیدونم چرا دیگه رد داده بود، پرید یه شات واسه من زد، بعد افتاد. اوه یاجی اینا دیگه چه روانیایی هستن. با گلدن اپل فکر کن یارو رو نتونی بزنی. گفت تو میزنی. نو اش کردیم با یک نوع دلغتا با این رفتار کرد. اه آیرونامو برداشت تو چی برداشت. عجب بچه ها بریم واسه بده قرمز یه انتقام سفت و سخت بگیریم. یعنی مشتی و پرطرفداری یه انتقام بگیریم. کسی نیستش، رفیق هم اینجا هست. قشنگ کاش کسی نبود، کاش فقط کسی نبود. یه رو هم حرکت کرد به بدشون. دقیقا همون اسکین داره بود. دقیقا همون اسکین داره بود. آخه من اصلا چرا باید اونجا برم؟ بچه ها عشق کنید، بچه ها عشق. مغز به این میگن، البته مفخوری به این میگن. خب یارو 3 ساعت داشت فایت میداد، من یه لحظه اومدم یه پارازیتی رو انداختم. یک گرین در مقابل 4 تا یلو. ببینیم چه میکنیم. اول بچه یه دونه از همه واجبتر اینه که من یه شلوار بگیرم، چون واقعا دیگه دارم رد میدم. وای دیگه رد داده مغزم. بچه ها خوام فایروال بزنم. 4 تا یلو همه شو میزنم.
بهتر از اینجا برم، چون اینجا نزدیک به یورو هستش. بچه اومد. بچه 6 تا جون بچه این اولی بچه فقط به عشق شما، به عشقی نه بچه این اولی بچه یه گلدن بچه. ای وای استرس رفته اینجوری اصلا به هیچ عنوان. جدی میفرمایی؟ استرس تا ته رفته به من، نمیدونم بخندم چه گوی بخورم این وسط، واقعا واسم سواله. بچه عشق کن 2 تا ایرنگوله، یعنی 1/4 بکنم هو قشنگ گل میده به من. فقط یه تیر کمون نیاز دارم بچه، یه تیر کمون نیاز دارم. ببینید اینا دارم میاد. سلام عزیزم، سلام عزیزم. وای بچه این بلده برگردیم. منم بلدم بچه، منم بلدم. 2 تا ایرنگولن دارم، اگه بیاد اینجا بیو. یس بچه ها 1 شم افتاد بچه، 1 شم افتاد. بچه اینم از 1 بچه. به به 1 در مقابل 4. این 5 البته 4. 1 در مقابل 4. همشونو سلاخی، کمپیدن سلاخی. 5 تا فاینال کیل فقط به عشق شما. عشق کردیم دیگه ناموسا. دوستان عزیز مرسی از تماشای این ویدیو خفن جذاب پر از هیجان. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی فعلا گودبای.